در جریانه که هیچ انسانی ازش در امان نیست. میدونی کتاب زندگی 1000 تا صفحه داره. نگو که همشو خوندی. همیشه متحد باش با خودت، گوش بده ببین دل چی میگه. ما بارها مردیم و زنده شدیم، یه روز آزاد بودیم الان برده شدیم. وقتی چسبیده بهت سیاهی اجتماع، حتی اگه آدم خوبی هم باشی بازم میری بگاه. علم پیشرفت کرد اما دردمونو نکرد دوا. هر روز گشنه ها گشنه تر شدن و فقط ساختمونا رفتن بالا. میرم اونجا که بکره به کار نمیاد، ریال و سکه مسیر و عشقه. اومدم واسه شکار فکرت، شروع میشه سفر وقتی بستش پلکت. اگه آخرین نفس رو بکشی و آخرین سفر رو پاره کنی، شاید بازم نتونی پیداش کنی. ما دیدیمش همینجا جلو چشمون بود، شبیه یه ستاره وسط آسمون. زیر این گنبد مبد خدایان، منم ابراهیمم میشکونم با تو زیر پام. روزا به یه کار شبا میشم جادوگر کلمه ها. مردم خیلی چیزا میگن ولی چیزی ندیدن، انگار تو نفسشون ترس و دمیدن. همه شبیه همن، گیج میزنن از همه اقربه ها. یکی میخواد بشه بودا، یکی پادشاهی میکنه رو جمجمه ها. اونا بازی میکنن با موره های سیاه، تو منوی شامم قافیه ها. تو دنیایی که چیدمانش غلطه، مهم نیست چی باشه هدفه. این زنجیرا رو خودت بستی به پات، بازشون کن برو هر جا دلت میخواد.